طریقه هک کردن ایمو. چطور ایموی کسانی که میخواهیم را هک کنیم و در گوشی خود باز کنیم تا خودشان خبر نشود. ویدیو را تا آخر نگاه کنید. لایک و فالو یادتان نرود. بریم طرف آموزش. خب دوستان عزیز، از اینجا برنامه ایمویتان باز میکنید و در بخش پروفایلتان میایین در اینجا و این گزینه را از اینجا کلیک میکنید و حالا گزینه اد اکانت را کلیک میکنید و سپس این گزینه را از اینجا کلیک میکنید و همین پروفایل ایمو که از بالاش از اینجا کلیک میکنید و کلیک میکنیم. حالا در این بخش میایین و گزینه هلپ کانتر را کلیک میکنید و از اینجا اکانت را بالاش کلیک میکنید و این گزینه را از اینجا بالاش کلیک میکنید. خب از اینجا بالا میایین و این گزینه را از اینجا کلیک میکنید و بالا میایین. ببینید دوستان عزیز، این لینکی که اینجا هست کپی میکنید و به مو اشخاصی که میخواین هک کنین برایش ارسال میکنین. همین که از لینک وارد شود اتومات براتون ایمویشون باز میشه. از اینجا کپی میکنم و به این شخص میفرستم. خب دوستان عزیز، از اینجا همو اشخاصی که میخواستین هک کنین بالاش بیاین و این لینک را برایش ارسال کنید و همین که بالای لینک کلیک کنه اتومات ایمویش برای شما باز میشه. اگر از ویدیو خوشتون آمد لایک و فالو یادتان نرود.